ولی آقا من یه چیزی می‌خواستم بگم، این همه گزارش تهیه می‌کنی از چه می‌دونم آبخوری‌های فلانجا خرابه، صندلی‌های فلانجا خراب، یه دوربینم بردار پشت صحنه خودتون، برنامه خودتون یه نگاه بنداز. به نظر من در حد انسان‌های اولیه دارین در واقع امکانات دارین. الان چی دیدید؟ الان با چوب داشتین در واقع کلوین اون چراغو داشتین تنظیم می‌کردین. به خدا دقیقاً. خب یه دوربین بردارین ببینین دیگه، اینا هم به نظر من جالبه. میز کاغذ کالکو داشت، چای نمیدین، آب نمیدین. خوبه من بگم این خانم آقا یه چای بدیم برای خودتون بد نیست. توی استودیو می‌بینید، تو این استودیو مثلا برنامه‌ای ضبط می‌شده که یعنی خیلی مال سالها پیش. آقا یه بحثه از این بگی واقعا. یعنی آقای عیاری خوردن قبلش 5 نفر دیگه. آقا اینو چرا نمیشه؟ آقا من استودیو دوستان آقای مایلی کوهن اینجا توش برنامه ضبط می‌شده. خب یعنی کار سوبیاست. نه یعنی از اون زمان‌ها، یعنی مثلا مال 30 سال، آره خیلی قدیمی، یعنی امکانات مال 30 سال پیشه. آره دقیقاً. خب چرا به روز ببخشید مال 40 سال، الان مال 40 سال پیشه. بعد الان بچه‌ها ما خودشون آپدیت میکنن، شما با این شرایط یعنی اونم یعنی تفسیری نداره. یعنی الان خدایی درست می‌کنه، بالارم آپدیت کنه. یکی آدامسشو چسبونده این زیاد. این کارو درستیه. من نیست، مثلا فکر نمی‌کنم. به خدا قسم اینا. برش نمی‌دی؟ آره به خدا. خیلی طبیعیه چون دست میزنی این زیر و آدامس میاد تو دست. نه این جدی. آقا میذارم اینجا خانه. آقا یه بسته از این بگیر لطفا. بسته به خدا یه چای چیز اسم نیارم نگین تبلیغ قیمتی نداره. چایی بدین به آدمایی که میاد اینجا. باشه برای خودتون میگم. نه با بیرون بچه‌ها کلی چای پذیرایی. حالا ببین من چند تا سوال از شما بکنم. مثلا امکانات اینجا بهش بگم. من اتفاقا دقیقاً این اتفاق هومن عزیز اومده بود، هومن بهمنش اومده و بعد این اتفاقی که رخ داد و این اصلا این بنده خدا هنگ کرده بود. اینو گفتم چه جوری تو این شد، برای اینکه به این همچین برنامه با این اتفاقو رخ میده و اون خود اتفاق جالبه. امکانات محدوده ولی خب بچه‌ها ما برنامه میسازن و خوبم به حال هست. به نظر من مسئولین باید رسیدگی کنن. آقا مسئولین رسیدگی کنین.